دوستان این داستان خیلی جالبه. این اسرائیل و آمریکا حمله کرده به ایران. یه دونه مش میزنه دماغ حاجی، اونور چپ میکنه، بعد میاد اینور این حاجی رو میزنه یه دونه زارت. اسرائیل حمله کرده دیگه، ایران رو داره داغون میکنه. بعد این یه دونه حاجی این وسطی مونده. این خیلی ولی شجاع‌تره، میاد میگه حاجی نخودا رو بفرست. اون میگه نخود نداریم. بعد اینجوری اسرائیل جلو اینو میگیره، ولی این حاجی دفاع میکنه دیگه. بعد اینجوری لخ میشه، به نظرم میخواد نانچکوینا در بیارن، ولی نه، چیزه، انتخاباته. واه، انتخابات. اینجوری برمیداره میگه بیا حاجی بیا نخدا رسید، ولی حاجی بعد مشت خورد تو دماغش، دماغش درد میکنه اون حاجی. میگه اینم اسرائیل میگه ببخشید حاجی دماغت درد گرفت، بعد عذرخواهی میکنه، میگه اب نداره. بعد میان اینور پیش این یکی داره تگری میزنه، اینم پا میشه میگه اب نداره. بعد میاد اسرائیل میگه غلط کردم، من ببخشید. بعد بچه هم اینجا دیگه ایران میزنه اسرائیل